پوست روده گوساله که متاسفانه برای تار هم استفاده میشه. مشابهت خیلی زیادی در ظاهر با پوست بره تودلی داره، اما یک نشونه قاطع که میتونیم اونو تشخیص بدیم از بره تودلی اینه که این دو تا جدار رو هم هست و در بین این جدارها قطعاتی از کاه که داخل روده بوده باقی میمونه. اینو در اینجا میبینیم و شاید بر روی این هم قابل ملاحظه باشه. مورد دیگه ای از پوست روده گوساله رو ما اینجا داریم که هم این ذرات کاه در اون قابل مشاهده هستن و همین که نشونه بعدی همونطور که میدونیم برای شناخت این پوست این است که حالت دو پوسته ایجاد میشه. وقتی که ما میخوایم باز کنیم این پوست رو، دو تا لایه ایجاد میشه و انگار که دو تا جدار بر روی هم چسبیده به این شکل. پوست بره تودلی به هیچ عنوان چنین حالتی رو به ما نخواهد داد.